خستم من از خطای رو میز و جنجال موزیک و مغزای کوچیک، خستم من از بحثای رو وید و فحشای تو دید و لفظای رو بیت. برنامه دیگه سرزب یه بود و علاقه سرد شب و سردرد صبح و بعد هرچی شنیدم حرف مفت و مردای زنده توبای زنده. اینجا که رزیدنتی بله فکر کنم مریضیش اپیدمی بشه بره. به اون میگن دست سوخته تن خسته کوفته با وسته دوخته زخمامونو. هکر رو وزن ما اینه مثل هنوز تو کف ماشینه. دختر عملی لبه تا سینه بابا میاد خونه سرش پایینه. اینجا میزنه برادر رفیق کدومه دیگه ندارن همه میشناسه رد و بد در و رد. یه سریا میخرن فرار از تن و برو همه نسخن انگاری نفس و حبس توی قفصن اجباری. پوشیدن جا لباس سره هر کم میخواد بره ماه باس بده. همینه عاقبت کار حال بعد شهر و حال بعد ما. همه تو فاز نشه جاتن هزینه میکنن واسه تاثیراتش. آره هزینه میکنم واسه تاثیرات. بهمنم رو شهر بعد هر فنجونی چای تو این سرسمی که تو شف زندونی داشت. اینقدر تو دار و دکمه عصبیم که اسممو نمیدونن هم سلولی ها. چند سال که